هیچ میدونین صدام حسین یه زمانی عاشق هایده بوده، خودش هم بدجورها. میگن سال 54 که صدام با دعوت شاه به ایران اومده بود، توی کاخ نیاوران یک مهمونی براش میگیرن که هایده و محسی هم خواننده های این مهمونی بودن. صدام حسین با دیدن زیبایی هایده و شنیدن صدای جادوییش بدجور عاشقش میشه و بعد مراسم کلی طلا برای هایده میفرسته و اونو به طور ویژه به کاخش توی بغداد دعوت میکنه. هایده هم دعوت صدامو میپذیره و با محسی به عراق میرن. صدام حسین و مقامات عراق استقبال خیلی گرمی از این دو خواهر میکنن و بازم هدایای بسیار گرون قیمتی بهشون میدن. این رفت آمد چند سال ادامه پیدا میکنه، اما بعد از شروع جنگ ایران و عراق هایده بدجور از صدام ناراحت میشه و یه طرفه کات میکنه. میگن هایده بارها از صدام خواسته بود جنگو تموم کنه و چندین بارم برای آزادی اسرای ایرانی اقدام کرده بود. به افتخارش لایکو بزنین و یه جمله